محصول خوب شده درسته؟ یک مثبت از خود باتری مستقیم میره به مثبت کوه و این برش هم یه برق آبی رنگه، ما بهش میگیم فلز. یه برق آبی رنگ داره. ما که تست کنیم برق بزن اینجا، این اگه سالم باشه شما بزنیم یاد جنبه زرد خوشگل میشه. آبی رنگ باشه. اگه آبی نباشه کوهتون خرابه. این شاید نفس کوه. وظیفه‌اش چیه؟ ولتوال ضعیف باتری را به نسبت 1/1000 افزایش میده. یعنی این برق بگه میتره کنه. مثلا کسایی که دستاشون سخت و خیس باشه و شما یه جای خیس وایساده باشید. من شاید دستم پرت کنه. اینقدر این قویه. خیلی. اما فیش ورودی کوه را بالا بردن باد. و 15 در میشه. در با سویچ ING. و فیش خروجی هم با علامت منفی. الان خیلی کمه دیگه، ما اصلا دیگه روی ما کار نمی‌کنیم چون اشکال نداره کار. اصلا مادم یک سیم از خونه 4 زدم به خونه به 6 4 به شم 4 هیچی رخ نداره، هیچ. این کوه من خرابه. آره اجازه من آفرین.